سلام ای که دلم را به نور پیوستی، سلام ای که زندگی از تجلی زیباست، سلام ای که سکوتت سکوتی کوكب ها، سلام ای که نوایت نوای باران هاست. به هرچی بوی وطن میدهد سلام سلام، به هر که عشق به ما میدهد سلام سلام، به هر که هم نفسی ما بود درود درود، به هر که دل به سخن میدهد سلام سلام. درود و پیام ما را بپذیرید هواداران صنعت والا. کدوم مبارک شما را در این درگاه، در این مکانی پر از فرهنگ، در این درگاهی پر از مقدسات خیر مقدم میگوییم. نوری دیده تاج سر، تا فضل و هنر آینه پرداز نشد، ز اقبال در بروی کس باز نشد. امروز عزیزان دل و دیده، دوستان ارجمند، هواداران صنعت والا، در این تالار برهوای فیلارمونیای دولتی تاجیکستان کنسرت یکی از هنرمندان واقعا هم دوست داشتنی، هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان، عزیز دل و دیده هر یک خاندان تاجیک و تاجیکستانی، افضل شاه شادی برگزار می‌گردد. خوش آمدید. افضل شاه شادی سراپا هنر است، استعداد است، مهر است، محبت است، صمیمیت است. هر کجایی که افضل شاه شادی باشد آنجا به گلزار مبدل می‌گردد. سراپا گنج بے بها، هم سخنرانیش، هم سرود و ترانه هایش، هم مهر و محبتش، صمیمیتش ما را تسخیر نموده. 50 سال مقدم در زادگاه قافله سالار شعر تاجیکی و فارسی، در زادگاه استاد رودکی افضل شاه شادی به دنیا آمدند و تولد افضل شاه برای همه ما و شما مبارک باشد. امروز از اون پنجرود خوردی اما خیلی خیلی بزرگ افضل شاه به دنیا آمده تا به حد هنرمند خلقی تاجیکستان رسیدند و سرتاپا امروز در خدمت همه تاجیک و تاجیکستانی هستند، در خدمت ما و شما هستند. امروز از استاد رودکی تا استاد لایق، استاد افضل شاه شادی برای ما و شما گنجینه های بازیافته خود را در طول 50 سال حیات خویش اهدا می سازند. بار دیگر به این محفل زیبای افضل شاهی که دلش اینقدر بزرگ است خوش آمدید. خواهم که دیاری ما پرانور باشد، تاجیک همیشه تاج بر سر باشد، تا ذوق بلندی ما به پستی نرود. بگذار هنر در سری منبر باشد. و دوستان عزیز بار دیگر خوش آمدید و اینک آغاز زیبای این محفل دوست داشتنی است و روی صحنه هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان افضل شاه شادی را دعوت میکنیم. مرحبا. طفل را ناوکی پستان وطن است، مرد
مرد را قلعه وجدان وطن است. تشنه را کاسه آب دم مرگ، گشنه را یک لبک نان وطن است. آخرین نور چراغی هستی در دل و یاد غریبان وطن است. در وطن به وطنان بسیارند، جانی جان در تن انسان وطن است. تشنه را کاسه آب دمی مرد، گشنه را یک لبک نان وطن است. من گفتم سخن گفتم، چون مرغی چمن گفتم، من وصفی وطن گفتم. گفتم کی وطن مادر، مادر چو وطن بینگر، خوبم به هم دیگر، چون زنده وطن گفتم. منظاری بخارایم در بندی تمنایم، تا بیشکند دایم خود را بیشکن گفتم. من گفتم و من گفتم، نالید سخن گفتم، چون مرغ چمن گفتم، من وصفی وطن گفتم. یک پاره سمرقند است، از لختی جگر کند است. بر دور بیفکند است، آن را نخوتن گفتم. با این وطنم بالم، خوش بینم و خوشحالم، سرسبز شدی اقبالم، تو هست و دمم گفتم. من گفتم و من گفتم، نالید از سخن گفتم، چون مرغ چمن گفتم، من وصفی وطن گفتم. من وصفی وطن گفتم، من وصفی وطن گفتم.
بازیگر شاگردی من صورت یکیش در کروشکه کشیده آمده است. داشتم بعدی 50 با فکرم فقط چای میخوریم ده. دوستان عزیز خوش آمدید. من بسیار خرسند، من سربلند، من خوشبخت که همه شما دارم. من هر یک تا آدمی که در این تالار نشسته است بالا پایان همه من میشناسم یک تا با یک تا. نمره تلفنی کدامتون هم تو خیزید چند گوید من گفتن نتیم اگر برآمده روید. مثلا آدم خواطر که نمره تلفنی من نمیدونه دروغ ساکه 505 37 50. خوش آمدیتون. استاد مهربان معظم بزرگی من استاد جوربک مرادوف خوش آمدن. حاجی بابا خوش آمدید. امسال 50 من 70 استاد. من میگم 120 به درو میگم که 120 70 استاد و 50 من. استاد معظم استاد ساربان خوش آمدید. پدری بزرگوار. مادری عزیزی من حاجی خوش آمدید. خیزه ده بار حاجی جان خیلی مشکل باشه دم نبود. انا ای جونی انا Thank you very much. چاکی شما منو تولد کردید. اینجا من مادری دویم هم اینجا نشستیم. اینجا اپیم از مسکو آمدگی رسیده. ارتیست خلقی سر زیبا امینزاده. معلمه عزیز خوش آمدید. اینجا پسرم امریکا رسیده آمد کنسرت پدرش به 50 سالگی دادیش به. همتون خوش آمدید. همه حالی من نام به نام میگم سوال بدتر کمتر. خوش آمدیدتون. اینجا معلمه عزیز حاجی اویم خوش آمدین. اساسگذاری آوازهای ما. همتون خوش آمدیدتون. دوستان عزیز هر سال 2 ایون زادروزی من و استاد ظفر نازی دو سال شد استاد نیستم و یاد استاد ظفر نازی من حسن میکنم. هر شماری به شماران میروم. نامدار تا بی پاید دیرتر از جهان بس نامداران میروم. نامدار تا بی پاید دیرتر از جهان بس نامداران میروم. عاشقه زین گلستان گلگزاران میروند. آرزومندان به یادی روزی نیک روزی برف و روزی باران میروند. آرزومندان به یادی روزی نیک روزی برف و روزی باران میروند.
رگانم در تلاشی خطره از کناری چشم ساران می روم. عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی 100,000 می روم. عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی 100,000 می روم. زندگی باقیست یاران می روم. در شماری به شماران می روم. نام داره تا بی پاید دیرتر از جهان بس نامداران می روم. از جهان بس نامداران می روم. هزار بار شکر به دیدار همه شما رساندگیش بود. یک از زنگ زد که افضل شد کنسرتتون ساعت 3 میمون. گفتم ها همه از اون شدیم ساعت 20 کم 3 بود. من خودم میسرم پرچوسکه کردم استا کار کردم با تلفن شد بگیرم با هم بودم نه که جان من میسرم پرچوسکه کردم سال سوز شدم بالا تگیرم هم فیلارمون روید سعی بخاری مجید افتگی آدم است هم کسی یابید اون کس حل بکنه. خوش آمدید رفتیم. همه مادرای عزیز همه مادرها در دیده ای گوهر شناس نبضی اختر می تپد در سینه ای اختر شناس. عاشق از بوی شراب عشق سرخوش می شود قیمتی ساغر شناسد با نفس ساغر شناس. قیمتی ساغر شناسد با نفس ساغر شناس. سنگ می سبزد زی شکری ریز بارانی بهار. نور از خورشید خاور می شود خاور شناس. خاکسارانی جهان از خاک زر می آفرند قدری زر زرگر بداند قدری زر را زر شناس. قدری زر زرگر شناس قدری زر را زر شناس. قدری نعمت بعدی نعمت غیری آهون عالمی است. مرگ مادر میکند فرزند را مادر شناس. آذرش آذر ندارد زندگی به نور عشق. آتشی عشق است در خاکستری آذر شناس. مرگ مادر میکند فرزند را مادر شناس.
جان زنده باشید. رحمت بچه. من گلو اینجا جمع کرد شدیم با بعدی کنسر اون کس دویده میگیرم نگود اینجا یه همه بود گفتن همیشه ده پیشگی هزار رحمت کنی رفتیم روی ره گلی پژمرده دیدم لگد مال است و می نالد نهانی بر روی ره گلی پژمرده دیدم لگد مال است و می نالد نهانی زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی با جوانی با جوانی زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی با جوانی با جوانی دیدم نان پر از بالی کبوتر و دستی مادرم با به زبانی بدیدم نان پر از بالی کبوتر و دستی مادرم با به زبانی بر روی نان زده هر بار میگو جوانی و جوانی و جوانی بر روی نان زده هر بار میگو جوانی و جوانی و جوانی درختی پیری به شاخی قدیرم شنیدم با زبانی نوح خانه و هر یک ره گذر میگفت میگو جوانی با جوانی با جوانی و هر یک ره گذر میگفت میگو جوانی و جوانی و جوانی آن کیست که هرگاه نگوید جوانی و جوانی و جوانی ولی آن کیست که هرگاه نگوید جوانی و جوانی و جوانی جوانی و جوانی و جوانی جوانی و جوانی و جوانی
دوستان عزیز همین تالار با از همه آدمی جوان شدگی من میگویم از همه آدمی جوان هزار رحمت اپا جان Thank you very much. از همه جوانی جوانترین در همین تالار نشستگی اما که من خالمراد شریفیچ اما جان یک خیزی مستان اپا خوش اومدید فضلی حسن استاد خوش اومدید پری روز کنسرت استاد فیضلی عیناً همین خیلی بود تماشابین بسیار بود یک عجایبات کنسرت شد استاد خوش اومدید همه کسا خوش اومدیدتون در پیش باتون مرم شب بروی آسمان درهای دل وا میکنم زین خاکدان دل میکنم رو سوی بالا میکنم یا مرغ دل را زین قفس یک لحظه میدارم رها یا بحری این به خانمان کاشانه پیدا میکنه کاشانه پیدا میکنه سرگرمی بازی می شوم همراهی بادی ره گذر آهنگی صحرا می کنم تا در دلی غم های خود درد پدیدارم دمه تو ماری عمری رفته را هر دم تماشا تو ماری عمری رفته را هر دم تماشا میکنم شادی اگر باری دیگر ویران شد کاخی غم شادی اگر باری دیگر ویران شد کاخی دیگر با خون دل با عشق برپا میکنم کاخی دیگر با خون دل با عشق برپا میکنم امشب بروی آسمان درهای دل وا میکنم زین خاکدان دل میکنم رو سوی بالا میکنم رو سوی بالا میکنم
کنم رو سوی بالا می کنم. تاجیکم کهنه بنیادم، زی تخم نخل من ریشه های دیگر رسته گشته مستقیل. نوده های و خدره هایم یاد خویشی می کند، از خلیج فارس تا پامیر تا دریای نیل. امروز افضل شادیف منادی صلح و صلاح تاجیکستان در خارج کشور است. از همین درگاه پرواز گرفت، از همین درگاه مقدس دعا گرفت، از همین درگاه صاحب نام گشت عنوانی بلند صاحب گردید. و امروز من با کمال ممنونیت پیش از همه سجده می آرم در نزد مبارک این درگاه خیلی مقدس. و با کمال ممنونیت روی صحنه دیرکتری فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف سید بخاری مجیدوف را، ارباب هنری تاجیکستان را دعوت می کنم. مبارک باشه. السلام علیکم دوستان عزیز، هموطنان مهربان. همه شما را به این درگاه هنری که استادان بزرگی صنعت تاجیک کار و زندگی کردند، شما را به شب ایجادی هنرمند مردمی تاجیکستان افضل شاه شادیف خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر. در اینجا من دیده ایستادم که هنرمند اتحاد شوروی، یکی از زنان زیبای تاجیکستان، زیبا امینزاده حضور دارم. با افتخارشان هنرمند مردمی تاجیکستان مستانه بانو ایرگش به حضور دارم. حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان استاد فیضعلی حسنов و استاد تمام هنرمندان فیلارمونی دولتی تاجیکستان، هنرمند اتحاد شوروی استاد عزیز جورابک مرادوف. من خواهش میکنم که استاد جورابک روی صحنه بیاین. مرحمت. با افتخار استاد عزیز یک قرصد. با افتخارشون. دوستان عزیز، در این مکتوب تبریکاتی تمام هنرمندان فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد عزیز اکاشریف جورایف خیلی سخنان خوب نوشته شده است به حاجی افضل شاه شادی. من اون را تکرار نمیکنم چون که در اینجا که استاد عزیزی افضل شاه شادی است، سخن گفتن ما جای حاجت نیست و من همین قدرش گفتنی هستم که ما فخر میکنیم با هنرمندان ورزیده فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف که آنها امروز هم تالار این درگاه هنر را زیبا داده ایستادن و همه تأثیر استاد جورابک مرادوف است. من باوری کامل دارم که تأثیر جورابک مرادوف با افضل شاه شادی
شون شاد باد زفرکا، عمرشون دراز باد. افضل شاید افضل شاه مادری عزیز به تشکر، برادر و خواهر و خویشتوار کلیم به تشکر که شرایط کرده میتیان فرزندای احترام به وای میرسانند که افضل شاه به شرایط کرده میتیان. گپ زیاد نمیکنم. پدری بزرگ داشتن، جاشون جنت شد. شدم محروم دیدارت پدر جانم، پدر جانم. دریغی روحی بیدارت پدر جانم، پدر جانم. پسر رو قدر مادر دان که دایم، کشد رنجی پسر بیچاره مادر. بیره بیش از پدر خواهش که خواهد، تو را بیش از پدر بیچاره مادر. برای فرزنده برای افضل شاه دوست می دارد همه فرزندی با آداب را، می دهد در چه جان گوهری نایاب را. هم پدر راضی و هم استاد و هم خلق و وطن، ذکری نیکی باشد از این مجلسی احباب را. دوستان عزیز، من چی دعا کردم؟ پروردگار من با این 70 به درایم، شاگردشان 50 به درآمده، همین خیلی برنامه تیاد، همین مای شما باشیم. سلامت باشید استاد. تشکر. شعاری زندگی نامه استاد همیشه یک است. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. عبادت به خلق و سجده به بزرگی ملت، عملی همه روزه چونین شخصان معتبر است. همیشه سربلند باشن. منت داریم، سپاسگزاریم بدی استاد که اینقدر سخنهای شیرین گفتن. این لحظه به شاگردی افضل شاه شادیف که مکتبی افضل شاه شادیف را گذشته است، شهزادی دوران را روی صحنه میخوانیم. گاهی سرد ماهی شام خورده، شبی تاریک و من در بین راهم. عجایب دارم تمکین بحری آخر، بیده در آتش عشق پناهم. عجایب دارم تمکین بحری آخر، بیده در آتش عشق پناهم. خدایا عاشقم کن، 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 خدایا عاشقم کن. جهان راز بودم، بدونه که کسان راز بودم. زن و زمر نیارد وقت و شادی، من این سوزیان راز بودم. زن و زمر نیارد وقت و شادی، من این سوزیان راز بودم. خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم
بیاد یک کف میزنیم به خاطر شهزادی دوران. تاجیکمو لفظی من چون شکر باشد، تاجیکمو لفظی من چون شکر باشد، اجدادی من از ازل سخنور باشد. دارایی دیگران اگر سیم و زر است، دارایی من رسم و زبانی مادر است. اون زبانی شیوا و همچون دور و گوهری تاجیکانه که از دوره قافله سالار شعر تاجیکی استاد رودکی برای ما میراث مانده و امروز حفظگر و برندش افضل شاه شادی است. دیروز وقتی که اومدیم نزد افضل شاه شادی، یک نفر یک عکس برای افضل شاه شادی هدیه کردن، شدن بالای عکس، از یک طرفش تصویر استاد رودکی، از طرف دیگرش استاد لایق، در بین صورت افضل شاه شادی است. من گفتم استاد این چی عکس است؟ گفت که اینش بابام، اینش دادام، اینش خودم. پس نویره استاد رودکی، پسر استاد لایق، هنرمند خلقی تاجیکستان افضل شاه شادی. من دوستان عزیز، این شب بغیر از کنسرت بود دمونستراسیون جامعه زردوزی اویلم دوختگی هم ده. این جامعه خاله میدوزن، بعد مادر در دختر یاد دادگی از اویلم میدوزد جامعه منه. من گفتم که تمام بیزنسی جامعه سر شد. خوش آمدیتون، خوش آمدیتون. نوری چشم تاج سر. یگان جامعه نیده من بابای لایق کتابشون کردی. میگه بابای افضل شاه. عمر جان هم کلان که بخشلو کرده مانید. ها جونیا کش. می شورد دلی من، باز می لرزد وجودم، باز می گرید غرورم، باز می نالد سرودم. در جهانی نقد و نسیه من چی بودم، من کی بودم، ای من چی بودم، من کی بودم.
گردی آبشارم گاه دردی روزگارم گاه به برگی گل غبارم گاه بارانی بهارم در جهانی رفت و آمد بار دارم یا ندارم ای بار دارم یا ندارم گاه حکمی بر سریشتم گاه داغی سرنویشتم گاه شولیده و خاکم گاه مرغی از بیشتم ای در جهانی کاغذ و گیل من چی بیشتم چی کیشتم در جهانی کاغذ و گیل من چی بین بیشتم چی کیشتم گرچه من در یک دلی خود صد دل را آزمودم گرچه من در یک دلی خود صد جهان را کشودم از نشانی خش میترسم که پرسم بلکه بودم یا نبودم از نشانی خش میترسم که پرسم بلکه بودم یا نبودم بلکه بودم یا نبودم هستم ملکا جان جان تشکر فرزند بزرگ و ارجمند لایق را فرزند عزیز و ارجمند خودم را با این یک روز به نهایت مبارکشون تبریک گویم. البته به این صحنه همه شما آمده نمیتوانید، ولی من میخواهم که درد دلی یا که خرسندی شما یا آن چیزی که به افضل گفتن میخواهید از نام همه شما بگویم. اولا احسان به آن مادری که طبعا با چنین یک نوزاد 50 سال پیش از این چنین یک حافظ خوشخوان را به دنیا آوردن و من تعظیم میکنم به نزد این مادر بزرگوار. الهی 100 ساله شوید اپا جان عزیزم. پس آن از نام همه شما میگویم که حافظ این گوینده درد دل شاعر است. اگر لایق درد دل ملت را گفته باشد، اگر هم تو افضل شو آن را نمی سرودن، این درد دل به دل شماها رفته نمی رسید. آن درد دل لایق را
تا دلهای مردم برده رساننده افضلشاه عزیز هستند. خودی لایق میگوید جایه. من اینو از یاد نکردم بخونم. چی سود از شهرتی بر وقت و آسان؟ چی سود از نشر چند شعر و داستان؟ دل شاعر به مانند زمین است، چی باید کرد هر دم کیشت گردان؟ کی باید کرد هر دم کیشت گردان؟ انا همون زمین بزرگی که امروز در دست من است، اگر افضلشاه کیشت گردان نکنند وای به حاصل است، وای یگان دانه از وی نمی روید. این افضلشاه هستند که آن را کیشت گردان میکنند، هر دم ورق میزنند و عمده‌ترین شعرها، بهترین آنها را، درد دل لایق را تا به شما برده میرسانند. و باز از نام خود لایق میگویم که نماند کشت دهقان نادروده، نماند شعر شاعر ناسروده، در این دنیای برد و باخت ای کاش نماند کام عاشق ناربوده. برای افضلشاه عزیزم از تمام دل جانم از نام سعدی بزرگوار میخواهم عمر سعدیانه بینن، هیچگاه پیر نشوند و از نام سعدی بزرگوار دعای برای آن کس میخوانم. میگوید یا رب کمال عافیتت بر دوام باد، اقبال و دولت و شرفت مستدام باد، سال و مهد مبارک و روز و شبت بخیر، بختت بلند و گردش گیتی بکام باد، فرزندی عزیزتا، فرزندی نیک بختی تو نزد خدا و خلق، همچون تو نیک عاقبت و نیک نام باد. سلامت باشید فرزند عزیزم. این از نام خودم و از نام لایق عزیزم برای فرزندش یک، گرچند میدانم از این کتاب افضلشاه چندین تا دارم، ولی اینش چون یک مهر به پایان، چون یک مهری که به سخن گفتن در اینجا اظهار کرده نمی شود، برای افضلشاه عزیز تقدیم میکنم. هزار تشکر. گویا که امروز استاد آمدن، استاد زنده هستند و تشکر به شما. این گلدسته انعام پدرم با شما. عزیزان، عمر انسان نه آن دقیقه ها، نه آن ساعت ها، نه آن روزهای میگذرد. عمر انسان آن فرصت هایی که در خاطر میماند. من به محابات گفته میتوانم که این محفل امروزه که امروز افضلشاه ما آراستند در خاطر همه ما سالهای سال نقش میبندد. همین است منطق زندگی. آفرین. یک چیز را گفتن هستم که بعضی وقت دعای ما هم مستجاب می شود. افضلشاه ما در صنف نهم می خواندند. پدرشان سلطان مراد که هم ردیف نام من است و هم برادر من است. شنیدن که من اونجا آمدم، یک قاسم آباد گفته که جای است، بسیار جای دلپذیر در ناحیه پنجکین آوردن. گفتن که اکا انا همین کس به هنر و به موسیقی و به سرود ضعف دارد. من گفتم بگذار تیار کنید. در دوشنبه ما انستیتوت صنعت شدیم کار میکند. انا این خیلی شد که همین نیتش برسید، چون که یک چیزی من نوشتم به مناسبت باید جوانتر بود. انا روز تولد افضلشاه ماماش این خیلی هم خواست هم توانست. الا تمام توانید. تشکر بسیار. برای جوان زیبا یک قرصق سخت زنیتون. پیر بزرگواری ما. هزار رحمت. خوش آمدید. بران
برانیم که در ملک عدالت باشد ما برانیم که هم آیه حمایت باشد کاری ما نیست فقط ساختنی خامه گل کاری ما این که در آن خامه محبت باشد کاری ما این که در آن خامه محبت باشد کاری ما نیست فقط کاشتنی تخم چند کاری ما این که در آن کشت صداقت باشد کاری ما نیست فقط لاف و گزاف از وحدت کاری ما این که به وحدت ابدیت باشد کاری ما این که به وحدت ابدیت باشد کاری ما نیست فقط ساختنی پیکره کاری ما این که در آن پیکره ملت باشد کاری ما نیست فقط یادی سمرقندی چوخند کاری ما این که سمرقند اصالت باشد کاری ما این که سمرقند اصالت باشد کاری ما نیست فقط یادی بخارای شریف کاری ما این که زمانیست شرافت باشد نبرینیم که اسلام نشیند بر تخت ما برانیم که اسلام سلامت باشد ما برانیم که اسلام سلامت باشد ما برانیم سمرقند اصالت باشد دوستان عزیز یه آفرین جوره جان یاد نیست خانزنیت بچه جان رحمت تشکر من پری روز یک کمک یک بلبل هست که دوری همتون به هستم بلبل ناله کرده میستد الهیم ان ناله نماند همین بالنیسی سینا برفتم کامران جان به زنگ زدم رفتم من آمایسیم دخترها گفتن دیار تیز بید رفتم دیلما کمتر اکن نشانتیم یک کمک خودم شب ناسیس نکردم رفتم که یک پاستل به سمرقند خور رفته است یک پاستل به بخارا حیران شدم در آمدم با اونا گفتن که شما چطور نظمی مردم من صحت شدم چی به مردم که سمرقند و بخارا اینجا خور رفته است من چی به کسل شدم کی گویتون سمرقند سمرقند حیات نعمت من اینجا آمدگی شاعری محبوب از سمرقند استاد بخارا محمد جان شکوری خور رفتن استاد اکادمیک من گفتم همین سمرقند و بخارا نقض شود من نقض این جامعه دوزکی دادش همین گولا از نام من بچه دخترم همین بر بابای حیات نعمت بته عربشون که کشیده بردن گیرن تو خانهشون این گولی مایده استاد برای می شما دادم گولی کلا نشد شما عذاب نکشید بته
جهانیم ندانیم جهان چیست، فرزندی زمانیم ندانیم زمان چیست. تا پیر نگردیم نفهمیم جوانی، تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست. در روی جهانیم ندانیم جهان چیست. تا تشنه نمانیم نجویم رهی آب، تا گشنه نمانیم ندانیم که نان چیست. تا باره نسوزیم ندانیم که خامیم، تا برگ نریزیم ندانیم نشان چیست. فرزندی زمانیم ندانیم زمان چیست. شکری ما بر نمکی زیاده است، تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست. ناشکری ما بر نمکی عمر زیاده است، تا جان نبراریم ندانیم که جهان چیست. فرزندی زمانیم ندانیم زمان چیست. در روی جهانیم ندانیم جهان چیست. دوستان عزیز، وقتی که ما در دولت کره بودیم، کره شمالی هست، کره جنوبی هست. رحمت دخترم، رحمت بچه، سلامت باش، رحمت جون باش. کره شمالیش با کمونیستیش که دولت پارتیاوی گلستوک زدگی همه پیانیرو چیز میتید. مگزینش با برینجو مثلا گوگیرد و نمک و منیخه چیزا خرید که به پول. کاستومه که مثلا در مگزین‌های مسکو $1000 باشد، در اونجا $30. یک دولت عجایب ده، همین ارزانی همه جا. اونجا با دولت سوسیالیستی است اونجا. هزار تشکر برای شاعرای خرسازنیتون. اپای ما هزار رحمت، هزار رحمت. و دولت کره دویمش که دولت جنوبیش سئول نامی پایتختش، اونجا کپیتالیستی. ما رفتیم دولت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان. ازبکستان 14 کس موزیکانت مردک، 1 کس زنک دیریژور. قرغیزا 7 رقاصه دختر، 1 مردک بالید. ترکمنا 6 تا 3 تا دختر، 3 تا بچه رقاص، 1 زنک بالید. تاجیکا 5 تا موزیکانت، من. یا حافظ مانده اونجا دیگه، حافظ نیست کنده. هم 5 دولت. بعد کره دولتش که راهبری همین 5 دولت یک آدم میشد. گفت نامش آزی میخونیم. گفت ما گفتیم کی باشه؟
گوش کرده شدیم که افضلشو شودیف و من روبر موندن همونو بعد من گفتم که خیلی چیکار کنم که همچون روبر تو مینیو مینویسی چی افخود خوردنتون در کد چیکار کردن در کد خیلی خوب گفتیم. بعد شب شعر کریتسی آهنگ همین حاضر خوندم در روی جهان آهنگ کریه بود. گوش کردید نه؟ لا 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 آهنگ کریتسی با شعر تاجیکی مونده خوندیم. یکم جای گرفتیم کوبک تیلو یاد آورده دادن ما با. بعد اون دلیگاسی موندگی 4 دولت گفتن که خیلی شما یکم جای گرفتید. ما گفتم برادر شما حافظاتون رو می آوردیتون جای اول در موزیکان نمیتونن در حافظ میتونن تاک شد خفگی در کار نگفتم جا. بعد من یک کریس گفتم که اساسی فامیلی من پیش از اون که جا میتونن که یکم دویم جا سیم جا گوشتش گفتم که همون وزیر فرهنگ جانشینش بکی فامیلی اساسی من گفتم شین خک سن گفتم من خودم کریس گفتم اولادم خیلی سمیشین شده استوسته بعد تاجیک شده گفتم همین گپا فهمیده باور مردمی ساده و باور کرده رفته اونجا فهموند که بالا که همه حل شد کوبک تیلو دادن خسته اومد. همین سرده من سال 84 85 در همین سال خواندم و همه مردمی تاجیکستان قبول کرده بود 85 اگر یک لحظه خاری زبان بینم سخنهای روان را ناروان بینم و دستی ناتوان بینم دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد چو بینم هم دیار خود سر و خود کام شناسد خویش را علامه ایام نداند مصرعه از حافظ و خیام دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد بینم بو علی سینا سرگردان میانی قومهایی به سر و سامان براهش نیست سوی خلق من آسان دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد
چو بینم ششم خام امروز ناجور است چو بینم آینه در خدمتی کور است والهی خاطری ما لوحه‌ای گور است دلم بر رودکی سوزد بهار زندگی سوزد دلم بر رودکی سوزد دلم بر رودکی سوزد دوستان عزیز 85 سال رحمت کند خدا جاشان جنت اکرم علی حسنов برآمده اعلان کردن من همین سرود خوانده بودم و شش مقام همون وقت ناجور نبود یهودی ها بودن و دیگه ملت ها شش مقام وقت داشته می اومدن تاجیک ها خیلی کم بودن امروز شش مقام جور شد 12 می روزی تولد برنا اسحاق و با جناب عالی قانون برآوردن که روزی شش مقام این بخت ملت ما و خوشبختانه ابوعلی سینایی هم امروز در دوشنبه هیکلشان زیباست امروز جشن رودکی هم دل ما در رودکی دیگه نمیشه رودکی در امریکا رفته ما دعوام برآمد کردیم شما دیدید در گرمانیا در روسیه برابری استاد جرب امروز در ایران در همه جا آفرین بچیم رحمت افضل جان خندشه خورد جانب باش اینجا بدیم چکنیم شما بچه و هزار بار شکر و همه اون سرودایی که من به درد میخوندم یعنی که جای خودش گرفت رودکی بابای من 1150 سالگیشون در تمام جهان قید شد یک بار دیگر به این امام اعظم قید کردیم بزرگوارا مولانا جلال الدین بلخی قید کردیم جشن 20 سالگی استقلالت قید کردیم راه اینجا توبل نوبه تا خوجند من 17 ساعت ماشین کردم میرفتم حاضر 4 ساعت میرم پنجکین به آش زکاس میگیرم 2 ساعت برفته آش خورده گشتیم بیام خدا بشکری تاجیکستان تشکر به جناب عالی و راهبر دولت یک قرصقی سخت زنیتون هزار رحمت منم مادرم تولد کرده که این کس من نکام کردید بیبی حلیمه نامشان خوش آمدید هزار رحمت از تونل گذشته آمدگی ها همیشون خوش آمدن از کولاب خیشای من خوش آمدن از درواز تقای هم خوش آمدن از همه جای تاجیکستان مهمان ها خوش آمدن از امریکا از سعودی اپم حاجی آمدگیان از مکه خوش آمدید اپا جان اهلا و سهلا تاجیکستان شکرا جزیلا تشکر و دلبندی چون شهری سمرقندی برخنده اگر آیی چون شهری بخارا دلجویی و دلبندی چون شهری سمرقندی برخنده اگر آیی چون شهری بخارایی گلی بادامی چشمت می خیامی در عشق تو شیدایم هم سعدی و هم جامی رویت گلی بادامی چشمت می خیامی در عشق تو شیدایم هم سعدی و هم جامی دلجویی و دلبندی چون شهری سمرقندی برخنده اگر آیی چون شهری بخارایی دلجویی و دلبندی چون شهری سمرقندی برخنده اگر آیی چون شهری بخارایی پروانه منم بسیار در عشق پری رخسار پر
پر زده گشتم پیر پروانه کند آن یار پروانه منم بسیار در عشق پری رخسار پر زده گشتم پیر پروانه کند آن یار دلجویی و دلبندی چون شهری سمرقندی برخنده اگر آیی چون شهری بخارا دلجویی و دلبندی چون شهری سمرقندی برخنده اگر آیی چون شهری بخارایی دوستان عزیز کامل جان بایم یک قرص زنیتون یک سال پیش یهودی ها آمدن ما کاخی باربد به کنسرت دادیم کامل جان برنده کنسرت بودن این کس برآمد کردن استاد حاجی بابا حاجی جربی مرادوف پیرم من همون برآمد کردیم یهودی ها هم برآمد کردن بعد یک یهودی پشتی پرده من که افضل شاه با جانزنی همین بخاری می اگوجا این چی نرفت اینجا اسرائیل به امریکا با این خیال کرد که این کس هم یهودی باشنده بعدم به جانزنی این یهودی نه یعنی خدا ما اینجا زنده باشید استاد یک لحظه دوستان عزیز این لحظه باشد با کمال احترام سخن نوبتی رو به نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان سردار ریاست فرهنگ جمهوری تاجیکستان مناسیم اجیارف میدیم یک کف کوبیای شما تشکری بسیار با من بسیار یک شرف بزرگ نویل گردید که برادر عزیز خود حاجی افضل شاه را از نام وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد میرزا شاهرخ اسراری از نام هیئت مشاوره وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمایم. پیش از همه به آن کس تنی صحت خاطر جمع در کارهایشان موفقیت‌های نو به نو ایجادی را آرزو نمایم. در این نامه بسیار آرزو و آمالی که جناب وزیر دارند نوشته شده است با مهر و امضا با برادر عزیزم میسپارم و خواهش میکنم در وقتهای فارغ از کار در یاته فرزندان دوستان برادران بخوانند و لذت ببرند. عادتاً این قسمت رسمی بود ما تقدیر به من نویل گردید که با همراهی برادرم 3-4 سفرهای دولت‌های خارجه کردیم. من به همه شما یک توصیه میدهم کسی که اگر که خواهد عمرش دراز شود کسی که اگر خواهد که سفرش باورور شود خرسند باشد حاجی افضل شاه را با خود بگیرد. عادتاً دوست را در سفر میشناسی در یک حالتهای پست میشناسی لیکن حاجی افضل شاه 17 روزی که در همون کره شمالی گفتن ما با هم بودیم باور کنید یک لحظه ما رو زیق شوی یا یکی میدید که کم ترکک تمام خیره است البته آمده یک شوخی ها میکردن که باعث یک روزه خنده ما میشد. اینجا مادر عزیزم اگر خبر کشی نشود چندین بار درباره شوهر دادن مادرش درباره استاد فیضعلی حسنوف بسیار یک نقل‌های عجایب دارد. خلاصه که یگان لحظه نمیماند که برادر همسفرش زیق باشد. تشکری بسیار را شما عمر دراز باشید. یه دقیقه این تلفن میگم من خیلی بچه اوچه سوزی من میگم نازم بچه اوچه جورا اوتات که مرد پیش اوچه 3 بار دروغ میگذاریده اوچه من رنگ اوچه من دیگه مردکی بزیب در تاجیکستان نیست اوچه من بسیار مردکی بزیب بود. خدا رحمت کنه پدر جان عزیز من رحمت کنه من هستیم. تشکر با شما زنده باشید. خوش آمدید ما در خدمت شما هستیم. یک جان تشکر و دوستان عزیز افضل شاه شادی
در طول فعالیت چندین ساله خودش در راه هنر شاگردان زیادی را تربیت کرده است که امروز ایشان در کار رشد صنعت یک سهم می‌گذارند و این لحظه باشد روی صحنه دست پرور مکتب افضل شاه شادی طاهر جان جورایف را دعوت می‌کنیم. استقبال گیرید. تشکر زیاد. یک خرسک‌های شما برای طاهر جان جورایف. افضل شاه شادی میگویند که سربیت سرود و داستانم وطن است، سرنامه عشق جاویدانم وطن است، چون سوره و آیت است نامش به زبان، تا هست زبان ویردی زبانم وطن است. واقعاً افضل شاه شادی در کار وصف ارزش‌های ملی و ترنم وطن سهم به اندازه دارند و در هر کجا بیرون از کشور برای معرفی وطن واقعاً جانبازی ها میکنند. سال 2008 بود ما را یک گروه را برای تجلیل جشن استاد رودکی در نیویورک نامنویس کردند. اونجا یک گروه هنرمندا بودند، از جمله ژورنالیستان من بودم و یک چند نفر دیگر از شبکه یکم. نام افضل شاه شادی نبود. من راه دیدم گفتم که استاد جشن رودکی در نیویورک بوده است، ما میریم، نام شما نیست، من از شما پیش میرم. گفت ما اومدیم نیویورک میبینیم افضل شاه شادی که دی ندیده بودیم در گاستینیتسا در مهمانخانه بالای یک کرسلا خواب بوده که من شما انتظار همینجا شیشتم، من سمالیت پریموی هم هست. یعنی که برای وطن، برای استاد رودکی، برای ملت همیشه بازی ها میکنن و برو آمدن در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک. وقتی یک کنسرت معرفیگر شد اونجا استاد افضل شاه گفتن که کی گفت که جوی مولیان خشکیده است، در مصرع رودکی روان است هنوز. من میگم کی گفت که جوی مولیان خشکیده است، در سرود افضل شاه روان است هنوز. افضل شاه شادی. هزار تشکر. زنده باشید. خوش آمدید مهمان عزیز. اینجا خیلی 10 سال خطا شدگی. از جدایی یاد می آید مرا، ناله مرغانی کوچی
بشنوم بی نوایی یاد می آید مرا چشم بوسد عاشقی در ره گذر راه پایی یاد می آید مرا بی متاعی گرمی بازار بین خود ستایی یاد می آید مرا خود ستایی یاد می آید مرا ای که دوری از نوایی چشم خواب به نوایی یاد می آید مرا تو مگو از ظلمتی دوری قدیم روشنایی یاد می آید مرا روشنایی یاد می آید مرا از کمال با علی و رودکی از سنایی یاد می آید مرا نام برای خان و چشمم سوی در آشنایی یاد می آید مرا بی وفایی یاد می آید مرا از جدایی یاد می آید مرا بی نوایی یاد می آید مرا آشنایی یاد می آید مرا با یک سور دیگه خونم نیامدی ایشانی تغرل خدا رحمت کند بابام بودن با بابای من دوست بودن با خاندانی بابای من هر وقتی گذشته از زاسون از عینی سمرقند می رفتن خواجه احراری ولی یک شب در مهمانخانی بابای من مهمان می شدن و یک سمرقندی در بخارا سیبیدنی دادن استاد تغرل اما دختره که سمرقندی وعده کرده بخارا نآمده است بعد در حق اول نیامدی گفته علم که یک شعر نوشته همین خوانده میده وعده تو سرآمد نیامدی نخلی امید با ثمر آمد نیامدی در انتظاری وعدتن
اندر رهی بخار مدی نگه زدیده برآمد نیامدی مدی نگه زدیده برآمد نیامدی گفتی که میروم به سمرقند نزد تو بالله محلی نیشکر آمد نیامدی بهری نثار مقدمت گلشنی سخن جان از تنی فسرده برآمد نیامدی جان از تنی فسرده برآمد نیامدی با تورل از نوید تو انخا پیام داد با گوشم از وین خبر آمد نیامدی با تورل از نوید تو انخا پیام داد با گوشم از وین خبر آمد نیامدی 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 درست تجربه دست درست 30 سال پیش رنگ این بودم من باید خیلی منو پکنه میگفتنی روم سبیری باید اگه این وای فلان این چی هر چی میگفتنده خیلی گفتم حالیست تو شب در آغوشی یا شب از تیغی اغیار یا که با پای روان با حکم تقدیر ناگهان در راهی هموار در کجا میمیری آخی شاعری شورید خاطی در کجا میمیری آخی شاعری شورید خاطی دستی اندر موی پیچان
دستی اندر روی فرمان وقتی شبگیر راهی ورزا و خرنگان در کجا میمیری آخیر عاشقی شوری در خاطر در کجا میمیری آخیره شاعری شوری در خاطر شبی از سکته دل از غمی دل پای درگیر یا شتابان جانبی فردا نفس گیر یا بنیمی راهی منزل در کجا میری آخیر لایقی شوری در خاطر در کجا میری آخیر لایقی شوری در خاطر عاشقی شوری در خاطر شاعری شوری در خاطر استاد لایق این شعر را گفتن. استاد ساربان در خرنگان یک باغ دارن، گفتن که در راه ورزاب یا در خرنگان در کجا میموری شاعر. صد افسوس که شاعر 59 ساله از دنیا رفتن. اگر شاعر امروز می بودن برای ملت ما از همه بردی کلان همین بود. و شاعر امروز هم به همون ایجادیاتی که تا همین سنده که بودن نویستن تمام جهان استاد لایق دوست می دارد، اعتراف میکند، تن میتید. خصوصا همسایه های ما خواهند نخواهند تن میتید. زوری استاد بر همه شاعرای دنیا امروز ایجادات استاد میخوانند، شاعرای زنده که هستند، شاعرای معاصر. و ایران امروز با استاد رو آورده، بسیار شاعراش شعر میگویند. من بسیار شاد هستم. خیرنسا یوسفی معلمه عزیز اینجا حضور دارن، خواستم که مبارکبادشان شنویم، چون که برنده ها گریختن، یک جا توی رفتن. بیاید معلمه جان. با تلویزیون سفینه با رهبری لطفالله دولت و هنرمندی محبوبی تاجیکای قرصا زنیتان برای که لطفالله استاد شما بود. 4 روز کنسرت پیش بلیطا تمام شده بود است. من گریختم، تلفنامو کشم گم، من ترسیدم که باید خودیا تلفن نکنم. برای همین بخشش اگر کسی در بیرون مونده باشد، کسی یگان درآمد بزیق شده باشد، من عذر میخوام. معلمه عزیز خوش آمدید. السلام علیکم مهمانان مبارک حضور، دوستداران هنر راستین. در جهان صنعت و هنر علم افراختن و شعله‌ور شدن و با نام گردیدن کار ساده نیست، بجز استعداد فطری، جذبه یعنی جاذبه روانی و نهانی بزرگ، علم لدنی دلیابی باید تا هر هنرمند محبوب دلها شود. برادر واقعا محبوب ما که دلهای همگان را از شرق تا غرب مسخر کردند، از جمله همین گونه هنرورانند. ترانه های افضل شاه شادی
هم برای خاص و هم برای عام دسترس و دلرس است که دلهای 7 سالگان و 70 سالگان را انگیزه های خوش معنوی می بخشد. با بشارت بزرگان سخن باربد مروزی و استاد لایق، استاد رودکی تا استاد لایق و شاعران معاصر افضل شاه شادی نامه کمال گرفتند که امروز ترانه هایشان پذیرای دلها و جانهای همگانند. من این هنرور نامکرر را که با ایشان نه تنها پیوند جغرافی بلکه ارتباط روحانی دارم با جشن نوجوانیشان مبارکباد میگویم و آرزو میکنم که همیشه در ارج هنر و در عرش سعادت مقام ابدی یابند. آنسان که سیدا میگوید هزاران همچو بلبل هر بهاران میشود پیدا، نواسنج چوتو در روزگاران میشود پیدا. همیشه در ارتفاع سعادت باشید. مبارک باشد. هزار تشکر معلم عزیز. بالا بشتگی با نظم یا پایان بشتگی با؟ البته بالا. یه پایان هم بد نیست. برنا جان یک پیش من بید. تیز بید. من همین دختری اهم کنجگی من همین برنای سقوه همین آچش باید همین اینه به دنیا می آورد 9 ماه شد درکش نید بعد 10 ماه شد من گفتم من گوشتی اسب نخوردیم که بعد این پسری زور میشد پسر که امیدوار من خسته اسرائیل رفتم خانی برنای سقوه هر دو ما آشکارسیم آچه بچه برنای سقوه زیربک انداختگی آچه بچه هر دو ما درباره تاجیکستان گپ زدیم اون که من این وای چطور این چطور همه خیلی گفتادیم همین وقت به تلفن شد گرفتم که جیانم بهادر که تقا دختر شد گفتم 10 ماه با دختر میشد اسمی یک حرم رومده اجام خواستم که برنای سقوه نگه نامش برنای سقوه کی تو جنگ نکنی شکر کن بچه زمین مقدس به برنای سقوه شوخی گفتن اینجا زمین مقدس هنگی معلق با اینجا بیت المقدس همین گفتن شد معلم گفتم نامش برنا سقوه تمام از دخترم رسام در بین کنکورسی آن یکم جای گرفت یارو صورت خودم کشیده است گرم شدم من دیدم یک تا شعر خوام بچه منظری ساز و نوا افضل شو محضری ضرب و صدا افضل شو مطربی شفته و عاشق شعر مطربی شفته و عاشق شعر از زرافشانی صفا افضل شو از زرافشانی صفا افضل شو ناز پرورده استاد و پدر لایق مهر و وفا افضل شو دولتش دستی دعای مادر لایق مهر و وفا افضل شو وطنش شوکت و شانی وطن است در سمرقند و بخارای قدیم تاجیکی تازه سرا افضل شو صفتی خش نماید بسرود صفتی خش نماید بسرود افضل از حرف و هجا افضل شو افضل از حرف و هجا افضل شو افضل از حرف و هجا افضل شو هزار احمد دخترم این 30 تا نام داشت تازه 50 تا شد نامش من بیام نامت چی میگم نامش میگم نامت یکمش چی؟ برنا دویمش؟ جانان اندریاتی شنگارا رونریکی باندیدیلا ارونا
ترانه. همین خیلی 50 تا شد خدا بشکر. خوش آمدید. در دنیای من هستی ولی دنیا نمیدانم تویم دریا دلی کردی یگان دریا نمیدانم غمم را میخوری هر دم غمت را میخورم من هم چون این غم خارگی دنیای بی پروا نمیدانم از آن عشق پنهانه که بین ماست میدانم که عالم این چنین عشق و تمنا را نمیدانم خطا کار از خود دنیا خطای ما و تو از او ولی او سبک اصلاحی خطاها را نمیدانم ولی او سبک اصلاحی خطاها را نمیدانم بیانی ما چه حسرت ها چه نصرت هاست میدانم نمیداند از این امروز هم فردا نمیدانم من و تو گر به هم باشیم در دنیای سه روزی چی پروای گر این دنیا تو ما را نمیدانم چی پروای گر این دنیا تو ما را نمیدانم تو در دنیای من هستی ولی دنیا دوستان عزیز امسال اولی سال با یک برادری من تشکر بابا جان رحمت بچین موفق باشید عالم بابای هنرمندی خیلی محبوبی شش مقامی ما از عالم رفت جاشون جنت کند خدا برادری عزیز عمر کوتاه باشد همه خیلی میشد من یک کتاب چاپ کردم با نام سرودباران که همین نامش هم استاد لایق ماندن استاد لایق گفته بودن که دادرکم افضل شاه خدمت یاران بکن من آفتاب باران کردم تو سرود باران بکن
و همین سرود نام کتاب من سرود باران موندم. چند نامه بودن، عمر شیرین، عمر رفته، ترانه های باران، فلان فلان بود شعر و نامه. نیکیم همین نام خود استاد در همین یک بیت شعرشان بزرگیشان باز نشان دادن که نام کتاب در همین شعر یک بیت استاد هست. برای این کتاب سرود باران با فکرم اینجا شما دسترس شد، شما حالی انشالله با چاپ میکنیم به همه شما میرسونیم. اونجا سفرهای من با استادا، صورتهای، صحبتهای، شعرهای همه چی هست در داخل و کتاب. و همون 50 سالی که من چیکارا کردم در همین 30 سال همش اونجا هست. ما با استاد جوربک مرادوف پیریکار بارها سفرهای ایجادی کرده ایم. و اولین بار من کنسرت با کار با آمدم سال 83 با فیلارمونی دولتی از اپرا بالت منو به فیلارمونی گذراندن با انسامبل استاد ظفر ناظم. و رحمتی استاد چند وقت مدت کار کردم و اون کس دوستی نزدیکی پدرم بودن. و استاد ظفر یک معرکه شدیم و بعدی معرکه برون ماشین با آمدیم از قرآن تپه دوشنبه آمده است بودیم. گفتن که صغیره دلت کشالی پیش جوربک مراد رفتنی بود دروغ نادانی به میزنی خودتان دلت کشاله. بعد خیر استاد خیروز شگم ها ای پاگا کتی جوربک میگذارم تا فهمیدی؟ من فهمیدم. سحر آمده من انسامبل استاد بگذاروندن. استاد خودشون گفتن که خیر بیا. اون وقت انسامبل استاد جوربک مراد هر کس در آمده هم نمیتونست و هر کس هم نمیگرفتن. یکی خیر من گرفتن اونجا استاد مراد بک دست راست بودن هم ممن بود. بعد که من آمدم بعد یک سال من جای استاد مراد بک گرفتم. دست راست من شدم. یعنی که استاد گفتن که خیر اینم مراد بک هم گفتن که اکوی مراد بک اینم ناز تو آمدی اکو تو خدمت کن. تا این وقت من بودم اکو نوبتی تو. خیر بعد ما خدمت کردیم. استاد به هر روز لگندای گوشت میبیاد فرغانه به یشگاه کنک ارمیانسکی میبیاد. خیر دیگه چیزا آمسود است تشکیلی به قوت خوجین همه خزینه من پولها به خوجین من کنسرت‌های پلاش دستی من بود تویای پلاش دستی من بود. خیلی بای بچه علاقه بای بچه با بای بچه شده رفتن گرفتیم همیشه. یک بار دیگه در سمرقند هر دومون سمالات پردیم یکم ریز کردی یک تور داد دست ما آشی نهار رفتیم دایره چی گم سمرقندی وعده کرده که نیست. یک شب کدک گفته که دایره چی سمرقندی بود میگفت که افضل شو اکا آدم حسنش دهنش با اکا کم کم خورده استید افتا تو خوشرو مشود اکا همخی گپ میزد. سونی استاد خانزاده من دایره چی خیلی من دایره اینستو تام کرده که میتونم نواخته یا که به درجه استادی نیده خیلی حواس کار بونیم نواختیم. بعد تمام شد نوبت این کس نوبتی من شد من تو را گرفتم به این کس دن که من تو به دایره نوازم استاد شرمنده نکنید دردتون زند نه نگفتم شما همون پول وقتی آورده شما حتی که چاینوک ما بودو گرفتم گرفت که بیا اون شما مست گرفت نرو سمرقندی همه اشولی نقض زکاس کنه که پول آورده تا که چاینوک بمیمونه حیاتا که میدونن اینجا شتین بجانم سونش به یک تا سرود زکاس کند جوری که دلی مادر خونه دکا جان هم تو تک تا 50 متر تا که چاینوک بمیمونه میرده اون تو رفته میستاد نیو کنه میستاد یک نیم ساعت گذرد یک از نخونن چشمشون هم چشمش غلطی تو نشون میتده. بعد این کس با نمیخونن با میبود با یک تا 100 سوم مونده اکا دلی مادر چی شد اکا میگود با من طرفش اکا آوز میخونن خیلی نم توقعت کنید اکا چوکایسی شما منم همین سمرقند اگون امریکا اومده نیکو اکا چوکایسی شما آوز میشود روید میشود خیلی سمرقندی میرد با اون طرف با طرف من نیوکر اکو این دفعه دید که من اکو گپی من پول نشون داد طرف من اکا دلی مادر چی شد اکا با استاد میدم استاد خیلی استاد بوم بام سر میشد دلی مادر نوستان فادیس اگر از گیریه کردن آب شد دل من مسیلی عشق شد خرق من
وزیری موجی دریا ما و ساحل ساحلی من شیمور دنی فرزند ها در جنگ دیدم من اگر چی بار ها بیگانه ای دل سم دیدم با امیده که بینم چاه تنها را بزیری چاه نمردم گر چی با چشمم اجل هر رنگ دیدم من نمردم زیستم فرزند خوردم را کلان کردم شبیه توی عروسی که شادی را روان کردم گمان کردم که آبی دیدمت جان گشت مرجان را وکیلین پیش کش کردم دعا چون ما درام کردم وکیلین پیش کش کردم دعا چون ما درام کردم دوی بیتاش ایکو بیتاش زوری که دوست قرصق با گب نیست رحمت اینا قرشان برام اساس سال 83 وقتی یکم بار کار اومدم استاد کردی بخارای شریف رفتیم به حرمت خدا 25,000 آدم استادیوم بشتگی بود من این بچه ها شاهد بسیاریاشون استادای صنعت هستن برادرای من چایکه به سور کردن استاد چایکه آدم سری دستش برداشت آسمان با من یکم بار این خیلی چیز دیده کرخ شدم ده این بلو تگیرم فتم این خیلش هم بود دستی این خیل هنرمند بزرگی عزیزی بزرگی ملت ما واقعا استادی صنعت خدا رحمت کند احمد بابا قلوف برنای صاحب با محمد نیاز و عبدالله نظری و ظفر ناظری آدین هاشم استادای رحمت کند یک شاه ستومی اصیلی تاجیک استاد جوربک مرادوف هستن امروز استاد خوش آمدید یک بار خیلی بابا انیکدودای بعدش بعد میگم حالی
یک بخاری تلفن گرفت که ما بخاریات چو کردیم که در گزیت تنقید کردیم. من کریسپاندی نویس از انیکدوت چویا دو تا چای فروش بود، یکیش بخاری یکیش سمرقندی خانی بخاری به بیلگه بخاری جانون کده چای دم کرده داده است. مرحمت نوشیده که چای گجا چای حسین مگزین 11 شهر دبی تاشتن یافته دکه جان گم نیست. با این خانی نش به بیلگه زن شفت است که یک چایونی که تیلایی به دم کن دادیش کرده دم کن خانه به چند خیل چای از داخل چای پرتو کنی بینی میوباد مینی داخل چای پرتو است دم کرده بیاردین یک قل داشته دویم پیاله سیم پیاله چهارم پیاله است که اکا این چای خالتی کدام گداگفت است داخل چای اینجا. هر دوشنبه Душанбе ты город дружбы, мира, братства. Душанбе столица сказочного царства. Родина воды, поэзии, весны. Родина цветов и горной стороны. Родина воды, поэзии, весны. Родина цветов и горной стороны. Душанбе столица, край персидских роз. Возрождайся, город милых юных грез. Нас с тобой сроднила песня и судьба. Душанбе, ты чудо, я люблю тебя. Нас с тобой сроднила песня и судьба. Душанбе, ты чудо, я люблю тебя. Звезда Востока, милый Душанбе, я пою сегодня только о тебе. Стал ты родиной, столицей современной, матерью для всех таджиков во вселенной. Вот фонтан счастливых слез несет прохладу, родниковую мелодию отраду. Шашмаком святой поднялся вновь на трон. Звучал фарси, как сладкозвучный тон. Звучал фарси, как сладкозвучный тон. Нежно улыбнулись добрые куплеты, лица женские, цветочные букеты. Нежно улыбнулись добрые куплеты, лица женские, цветочные букеты. Гордый мой Варзов прелестною грядой, Душанбе мой город вечно молодой. Гордый мой Варзов прелестною грядой, Душанбе мой город вечно молодой.
Душанбе мой город вечно молодой, Душанбе мой город вечно молодой. душанбе касе ки душанбе биёду зиндагӣ кунад гашта тарафи қишлоқаш ба аяк хона 10 акадодар 9 тиш душанбе ба як тиш истода биешу дадиша нигоҳ намкунад ҳаминаш нағзан зӯри душанбе ҳаминда 1 миллион населени зиндагӣ карданаш дар корози душанбе ба худо ба шукр 3 миллион зиндагӣ кайсаст душанбе шаҳри аҳама зебои ҷаҳон ҳамин гапам рост меёне барои чӣ аз ҳама байрақи баландтарин дар дунё куҷо ба душанбе герби аҳама баландтарин куҷо ба душанбе хонаҳои зебо куҷо ба душанбе оби аҳама зебои ширин да куҷо душанбе мошино аҳама бисёр куҷо ба раҳо вазбин даромада биромад бозор ба зӯр мегузаред одам бисёр яъне ин шаҳр буданаш маълум да самарқанд баам ҳамин хел буд даврои қадим ба аётака гелос пазадага бутунам тут пазадага бутун гарини буд ҷонам базанед самарқанд бухоро ҳам ту барои ман самарқанду бухоро гуфтагем байн душанбе мо самарқанду бухоро сохтем ҳайкали бобома овардем исмоил бобома ба номашон пула мондем суратҳои ҳама бузургҳо абобои рӯдакӣ сар карда ҳаст ҳозир як пули нав мебурод 1 сума бобои мирзо 5 сума бобои садриддин 10 сума бобои сино ҳамадони бобом мирали бобом 20 сума ба сино бобом 50 сума ба бобоҷонакем ғафуров 100 сума ба исмоил бобом 500 сума ба рӯдаки бобом худохоҳад танги тилло шавад ага бобои имомалӣ худохоҳад насиб бошад ага танги тилло қиматаш ҳамун танги николаю вай пеши има 0 мешуд худохоҳад ин бутунам зӯр ме тиллои тоҷикӣ топ тоза манам ҳоли 50 дирҳам ба сурати мана бояд ки вай кунан ҳоли маълум не ҷоне барло абдуллоев ҳунарманди шоистаи тоҷикистон устод ҷорабе мурод мегӯянд ки ҳоли мактаби ҳунар ба ман худам шогирд мегӯянд рост мегӯянд мо шогирд ҳамемо барои ки аз мо пеш ҳар як баҳр ба китоб ҳастанд ки товай расидан мумкин не лекин дар ҳақиқат мо моҳичаҳо кӯшиш мекунем ки дасти китоба нағалтем барлоҷон имсол ҳунарманди шоиста унвон гирифтанд ва қариб 30 сол шуд бари ман ба ҳамроҳи ман ҳастам араман аз самимдил муборак шад устод ҳоҷи афзалшоҳ муборак шад боз муборак шад боз муборак шад марҳамат بیگانه از این میاد
یک قرصک برای اکای برو عبدالله فیضانی. همه شما رو بار دیگر در این تالار آباد و زیبا و کنسرتی هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان افضل ششادیف خوش آمدید میگیم. و استاد لایق میگویند که زندگی دریا دریا میگذرد، عاشقی سودا و سودا میگذرد. امروز این کنسرت را من با همراهی شاگردان عزیز و اون نفرانی که امروز هم خدا در کنسرت استاد گذراندن دستگیری کردن، از وزیر فرهنگ محترم میرزا شاهرخ اسراری مینه دارم، از رادیوی خاور محترم اکای صدرالدین شمس‌الدینوف و مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه اکای لطفالله دولتوف و گازت اویلا اکای ایرج من تو و فیلارمون دولتی تاجیکستان دیرکتری عزیزی ما که امروز ما رو به اینجا کار دعوت کردن اومدیم. و بار دیگر برای همه شما این روز رو مبارک گفتنی هم استاد جوربک مرادوف هم خوش آمدن امروز با دعای استاد در اینجا اوچه جان من هستن، همسری استاد لایق. هر کی رودکی را دوست دارد دلبری پیغمبر است، هر کی برای بوی جوی میلیون و برای لایق و برای افضلشوی جوربک خرسک نمیزند دشمنی پیغمبر است. و یک سرودی استاد را تیار کردیم برای شما میخونم و خیلی حافظا گفتن که پرودوسرم حافظ شده است، اکوی دیگه کنسرتی مانا نمیمونه تو خودش ریکلامه. من گفتم اوکا تو برو خون، من هم رادیو اکی خاور به نشون دادم میشد من کنسرت استاد به یک تا سرود یک سکون خوانده میتونم اگر مردم قبول کنند که برای شما یک سرودی استاد برای شما مرحبا. گرموی